What's up guys؟ سلام بچه، چطورین؟ حالتون چطور؟ امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه. امروز قراره بچه ها بهمون یاد بدن که چجوری مخ بزنیم. این ویدیو رو لایک کنین، چنلمو سابسکرایب کنین. اگه خدایی به این ویدیو حال کردی برو چنلمو سابسکرایب کن، زنگوله بغلش هم بزن که ویدیو گذاشتم نوتیفیکیشن برات بیاد. این اینستاگرامم هم میذارم همینجا، اگه دوست داشتی برو فالو کن. بریم این ویدیو رو ببینیم. دوستتون دارم. رفیقمون نوشته سلام دختری. اینم بال بود. بعدی نوشته من طلا دوست دارم، البته بدون آ. طلا بدون آ چی میشه؟ باشم دختره طلا بدون آ. تل تو نمیفهمم. بعدی نوشته که من بتمنم. خب بعدی نوشته ماشاءالله خدا همه چیز بهت داده به جز من. بد نبود. این بچه با اینا نمیشه مخ زده به قرآن. خودم ختم میشم دیگه، با اینا اصلا نمیشه، ولی باحالم. بعضی وقتا بگی باحالم. بعدی نوشته که سلام داش دختری. اینو خوندم، خیلی باحال بود. بعدی نوشته خانم شما خلبان هستید؟ آخه داره بلند میشه. خیلی بیادبی. بعد نوشته دختر کوچولو گفتی خوابیدن دوست داری، نظرت چیه با هم تستش کنی؟ آقا یارو بلاکتون میکنه اینجوری. بعد نوشته قدم 192، طرفم برمیگرده میگه به انا. خب قدم 192 شد مخزنی. چه آدمای قد بلندی که مثلا قیافه‌شون بده، شخصیتشون بده، ربطی نداری که قد ملاک نیستمش دوستان. خب منم قدم 185. بعد نوشته اونایی که هیچی آقا خیلی بد بود دیگه. خب بعد نوشته امشب بیرون نرو، دنیا هنوز نمیتونه دوتا ماه رو بپذیره. نه یارو چندشش میگه خیلی قدیمه، مخصوصا دهه الان دیگه اصلا اینا رو حال نمیکنه. یارو نوشته if you nine you're mine. کامش آقا این چیه؟ بعد نوشته میدونستی من زبانم خیلی خوبه، البته برای لای پاد. بال بود ولی خیلی دیگه چیز دیگه، چی میگم، کاسلیسیه. بعد نوشته یعقوب بلدی. دهن سریز. یعقوب زشته و یارو بلاکت میکنه. بعد نوشته والا هیچ، اینم خیلی بده. بعد نوشته متاسفانه دهن و بختم و بستم، در حد سلام خوبی هم بلد نیستم. ولی دلم میسوزه بعضی واقعا دیگه خیلی چیزم خجالت میکشم. چی میگم؟ مثلا بعد سلام خوبی دیگه نمیده چی بگم. منم خیلی وقت حالا بخیال. اگه این ویدیو رو لایک نکردی لایک کن، چنلمو سابسکرایب کن. خیلی عشقه. نتم 4Gه ولی قلبم for you. ببخشید شما بازیگر هستین؟ آخه میخواستم نقش اول زندگیم رو شما بازی کنیم. بال بود. تو مثل نیمه دوم بازی ایران ژاپن واسه من جذابی. اوه این خیلی جدید بود دیگه. این خیلی جدید بود. این یه هفته است. این دیگه داغه. ولی نوشته پایه یه سفر 293 بریم. خب 2 نفره بریم، 9 ماه بعد 3 نفره برگردیم. حاجی همون اولی کار میخوای بچه دار بشی. آره میخوای بزنی ها. تو 9 از 10. چرا؟ چون هنو منو نداری. قشنگه. مگه نمیگی زندگیمی؟ پس بذار زندگی کنم. دهنت سرویس. میگه خانم شما پیانو بلدی؟ شما پیانو هستی؟ چون میخوام با دستام کاری کنم صدای قشنگی از خودت در بیاری. خدا با اینا زده نمیشه. میگه اگه بلد بودم الان زن داشتم، دلم سوخت. میگم اینو خوندم.
بعد نوشته Are you lost baby girls. بعد نوشته کاش من گوشیت بودم، اونطوری از صبح تا شب تون بودی. خجالت کشیدم. میگه بهترین لباسی که بلدم. سلام. دیوز. میگه ببخشید شما برگه امتحانی؟ آخه وقتی میبینمت همه چی یادم میره. هستی جان چرا یادت میره؟ خب هستی یه دونه دیگه هم نوشته که ببخشید شما دوربینی؟ وقتی میبینمت لبخند میزنم. اتفاقا الان همه تو عکس‌ها اینجوری هم. همه اینجوری هم دیگه. لبخند بود 20 سال پیشه. ببخشید شما متولد 10 دی هستی؟ آخه 10 هستی. گفته با این چیه؟ رد. خب یاسمن نوشته که سلام خوبی؟ دوربین که هم دو این سلام خوبی خیلی باله. نوشته تو قلبی هیچ وقت از تپیدن برای تو دست نمیکشم. عاشقانه بود. باحال بود. نوشته جهت همکاری پیام دادم. همکاری رو تب. قشنگ بود. آنده دخترم هست. سلام من مشکل مالی دارم، میتونم بمونم؟ ولی اینو واسه پسر باید بینید، اون بچه بازه باید این استفاده کنم. نوشته که این مثبت 18. نوشته میتونم از گلت برای سرسره بچه هم استفاده کنم؟ بابا تو داداش تو برو توی اون سایته، من اسمشو نمیگم، برو اون سایته. نوشته کیروکوس. داداش چرا پوش میدی؟ بعد نوشته که سلام. بعد نوشته میدونی فرق تو و پنالتی چیه؟ پنالتی 50% گله ولی تو 100% گلی. این ویدیو هم تموم شد. خیلی عشقین. اگه تا الان ویدیو رو لایک نکردین حتما لایک کنین، برین چنلم رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش هم بزنین. این اینستاگرام هم میذارم همین پایین، برین فالو کنین. دوستتون دارم. خیلی شما مواظب خودتون باشین. عاشقتونم. خدافظ.